سلام علیکم. شما میزاج آب منوشتگی شما گشوده میگردید. من برادر شناس شوید. هم بالا در جمع آمده به همجا بیاید دکتر ما همجا جمع بسته میشود. بیای که بیو. جمع آمده بیاید. بیا من نماینده شما دیگه. چی گپه؟ باز هم نماینده او میبید چی مشکلاتی داره گام بزنیم پس نمیدونم که مردم جمع کن نه چی گپ بزنیم ما معلوم میشه من همسایه اومد بیا سلام علیکم بیا شما لحظه درسته چی گپ اینجا هم نماینده او باید بیاد مردم جمع کن نمیدونم چی گپ دوش داشت چی گپ کبودی او یکی نمیدونم حوزی باید بیاد در اینجا رئیس باب بر رئیس انا اومد سلام علیکم. و علیکم السلام شما خیلی جمع شدید. بخشش من مردم جمع کردم سلام علیکم. مردم جمع کردم همه اینا مشتریانی که آور استفاده میبرن شما رئیس نگرید اینا شما معلم کلام من حاضر یک دقیقه باقی مونده گفتم نه سه چهار نفر بالا دامون چه خدا شما حاضر من میفهمم حاضر بالا دا اینجا گپ زنم دیگه رو شما یک لحظه من حاضر چی گپ اینجا زنکو چی گپ شما چی دا اومدی ها اینجا چی گپ آمده چی گفته حاضر ها چی گپ اینجا اینجا اون نماینده او بیاد اون مردم جمع کنه من هم خیلی کارت کردم که کاغذ کدام نمایندی او کدام نمایندی او کاری من تماما رسم کردم او روشن‌تر گپ زدی این کار روشنی نداره فهمیده بین مردم این کاغذها تقسیم کردن همه دیدم هم خیلی ولی میبیارم با میبیارم کیم چی خطه من ها گویدم خط کشیدم نگویدم این خودت چی گفتن شما آب روشنایی گفتن ات خط کن نافیتی من خودم بریدگی تو در روی دستکار خودم تولد شدی با تو امروز گرد میذاری من در تو خط کن بیزدسی من ویران کردم بیزدسی من او یگا کودکای نهر پرسه از من مصلحت نپرسید کودکاشو اسکندر میشد او میخوردن پیش کی می آمدم پیش انا همین من آمده و میگریتم مصلحت من اشتباکات چالپاک میکردم کودکا میرفتن ساز یک سوم دو سوم میدادن زندگی پیش میرفت اخد کجا حالی گم نزن حالی او یک کس سرش در میکرد کودکا گلونکا در میکرد اینجا بیه شما من گلوناشا نمیبرداشتم من ایا بریدن اون مونم کار شما یگون کس برعکس نیست کار شما این کارت‌های علاقه برعکس انا من فهمیدم کدام نوع آدمه این کار برقصی انا همین من کردگی در حقی من همین کار این برای ما در کار برای همه مشتریان این آمده نماینده نه حال نه این گوش کنید این کار شما یگون کس برعکس کردگی نه این کارت‌های علاقه برعکس یعنی که اینجا با کچی کمبودی باشد من اینجا با همه نویسید یا که نمی نویسید ما برای چه حل نمی نویسم بایی کی من نمیفهمم باید ترمیزه که دیگم آمده من نمیفهمم شما چه نه سل شما موهیت نفهمیده بالای هلال ما هلال خان ما شما چه سلامتی چه من این حالی دهی شما میدونید انان همسایه عزیز شما ده شما بیگون کار آواز بلند نکرید من از بالا شما را گوش کردم من از دست شما بودگی دیدم چی دیدم انا میگم چی است کارهای علاقه برعکس این برعکس تو من گپ یاد نتی من نمیدونم اکو من نمیدونم که اینجا چی گپ و خبر رفت شده من از انکو همه فهمونده یک تا من خونده نمیدونم یکی من آدم جوانات دختره جوان خونده نمیدونم من یاد نتی تو فهمیدی یک دقیقه شما یک بار نگاه کنید من خدا جانی نمیده برادر اینا فیش شروع کنید بازی با کمانده تقسیم میکنم شما یک دقیقه خاله هلالما خان با دقت گوش کنید این حوزه سخنی که در اینجا میرود این برای آینده
برای آب نوشاکی آب تازه سلامتی هر یک فرد سلامتی جامعه سلامتی اهل دهه شما من شما را فهمیدم سخنهای شما را از بالا گوش کردم گوش کنید بیزنسی من فهمیده بیرون اینجا بیزنستون بیزنس در کنید گوش کنید من گوش کنید آیا مقدار آب نوشاکی که به شما انتقال کرده می شود برای خانه کردن احتیاجاتتون بسنده میکند یعنی بسنده هست یا نه وقتی آب خانه شما میبیاد اگر شما بسنده باشد تکش به خر میکشید بسنده نباشد نه وقتی در حالت شما نگفتید باز این حالت را دیدم میبرایم آب زیاد میکنند من دویمش ببینید آیا هنگام قطع گردیدن آب نوشاکی بیش از یک شبانه روز تامین کننده به شما آب را با دیگر واسطه یعنی ماشینه ها و دیگر واسطه دسترس میکنند یا نه این شما این منفیت چه فهمید؟ ها یا نه؟ ها یا نه؟ فهمیدم اکو این شبیه آیا خانه شما با شبکه های کانالیزاسیونی یعنی اوپارتو پیوست است یا نه؟ یا انا نگاه کنید نشه قبورهای شما در حالت صدموی اگر قرار داشته باشد سری وقت تعمیر کرده می شود یعنی علامت سوال ها یا نه؟ انا شود همین است نشود نمیده خلاصش دیدم میبره این من نفهمیدم این من از زنکا دیگر خیلی فهمونده هازی من رفته زنکا نشان میده این من من خاله هلال ماه میگون از راه زدم راه زدم من رفته هازی میفهمونم که این به فایده ما بوده است خاله هلال ماه جان عزیز دیده به همه فهمونید این پیشرفت این برای در سر وقت رساندن آب نوشاکی این با فایده ما آب تازه فهمیدم خاله هلال ما بتیست همکاری کنید با جمعیت خیرت فهمیده خیرت فهمیده استاد بخشیش شما فهمیده مشتریان عزیز همسایه مهربان دیدید باید بین ما و شما خیلی همدیگر فهمی باشد یعنی سری وقت آب رسد وقتی قبورها اگر از کار برآمد سری وقت باید شما خبر دید مادر عزیز شما هم خواهر عزیز برادر شما هوشیار شدن در کار یعنی این جمعیتی که برای پیشرفت برای در سری وقت رساندن آب تازه با شما همکاری دارد میخواهد که در بین همه محله شما همیشه همدیگر فهمی باشد یعنی سری وقت آب نوشیدنی به خاندان همه شما عزیزان رسد که این برای آینده سازی برای سلامتی هر یک خاندانی ما و شما عزیز است سلامت باشید خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید سلامت همه زبان بفهمد آب تازه گرم سلامتی هر یکی ما و شماست